کار شما هم کار ماست، ولی من نمیتونم مثلا دنبال شما بیام و بگم مثلا نامتون اینطوریه یا وضعیت پروندهتون اینطوریه. اولین واکنش که تو ایران داشتم از خبرگزاری شهر که توش من اخراجم کردن. تو انتخابات شرکت کردم، رأی دادم. کاغذبازی هم سخته، ولی من همه کاغذات تو کیفم نگه دارم چون نمیدونم برای کاری که دارم میرم به کدومشون تو احتیاج. Le journaliste est un animal collectif. این اگه بره بشه بقال دیگه روزنامه‌نگار نیست. نباید اینجا فکر کنن که ما اینجا ایزوله میشیم. 14 ماه می که بریم این یه مسابقه در همین حده. نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی همین رو میخواد. بعد شما خبرنگاری نکاسین، سعی کنین کارتون انجام بدین. از مرگ نمیترسم، زندگی ولم نمیکنه.